عزیزان بیننده، سلامتی بر شما. خدا کنه صحت سلامت باشین. امروز یک طفلک نازنین با ما به تماس شدن و گفتن که ما مسافر هستیم، از اطراف آمدیم و قرار است که امروز ساعت 4 عصر عملیات شود. آمدیم سراغشون گرفتیم به شفاخانه، جوی احوال شدیم از دکتر صاحبا از بخش ریسپشن و اینا اتاقشون بر ما گفتن و رفتیم خدمت دکتر صاحب رفتیم و اونا گفتن که قرار است که رودی کلان از اونا از وجودشون پس شود، متاسفانه دانه داره. دعا میکنیم که خداوند صحت و سلامتی نصیب از این طفلک نازنین و جمله مریضای ما عطا فرماید. ولی چیزی که قابل یادآوری سوی است که این طفلک معصوم برای مساعدت نیازمند است، مساعدت های جریان عملیات که امروز است و مساعدت های بعد از عملیات. انشاءالله از خداوند میخواهیم که این ویدیوی ما یک وسیله باشه برای کسایی که سخاوتمند هستن، کمک کنه برای طفلک نازنین و میخواهیم که شما را همچنان امروز طفلک معرفی کنم. اجازه است بریم؟ تشکر. عزیزان بیننده، طفلک که بر ما زنگ زده بود و امروز ما به تماس شده بود، اینمی نازنین است. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ الحمدلله. ماشاءالله. چی تکلیف داری؟ ما پولی پیلوده بزرگ دارم. انشالله عملیات میشی امروز؟ انشالله. به خیر عملیات شوی. به خیر عملیات شوی. انشالله خوب میشی. امیدوار باش انشالله که خوب میشی. به خیر زندگی نرمال مثل ما، مثل برادرای دیگه، مثل همگی انشالله که به خیر آغاز میکنی. انشالله که به خیر خوب میشی انشالله. عزیزای بیننده، قبلا خدمت شما این مسئله را عرض کردم که امروز ما به تماس شد و گفت که من مسافر هستم و قرار است که امروز دیگر این دوست نازنین ما عملیات شود و این به کمک های آنی و بعد از عملیات نیازمند است. آرزومند هستم که کسایی که برنامه را میبینه امروز این طفلک معصوم کمک شود انشالله. درست؟ انشالله که خوب میشی به خیر. ایت تشویش نکن، پریشان نباش. من یک امانتی دارم. مادر بنیامین جان از امریکا برات مبلغ 9050 افغانی روان کرده، 819 این 10,000 افغانی باشه انشاءالله که بازم اولت میگیریم با امید از که به خیر از مرخص شوی، صحیح سالم باشی به خیر. الله نگهدار. خداحافظ. تشکر از خدا. خداحافظ.